اگر که میخواین بدونین چه کفی کفش مناسب پای شماست، این پست از دست ندید. کفی طبی انواع مختلفی داره، ولی ممکنه که هر نوعی از اینها رو به اسم حالا کفی طبی به شما بفروشم. کفی طبی که به صورت آماده وجود داره تقریبا همچین فرمت هایی رو داره و ویژگی که داره یک حمایت مختصری از اون آناتومی پا رو انجام میده، ولی اون حمایت که انجام میده یک چیز آماده است، یک استاندارد کلیه و بیشتر جنبه راحتی داره. شاید 1% از افراد اون راحتی که فقط میخوان با اینا نیازشون برآورده بشه، اما توی اکثر مواردی که یک نیازهای خاص‌تری توی پا وجود داره، یک عارضه خاص‌تری وجود داره، خیلی پاسخگوی نیاز ما نیست این کفی‌ها و باید بیایم سراغ کفی‌هایی که به صورت سفارشی ساخته میشه. یعنی شما اول باید به متخصص این کار مراجعه بکنید تا ازتون یک ارزیابی بالینی در کنارش دیتایی که از اسکن پاتون گرفته میشه رو کنار هم بذارن، بر اساس اون موارد و شرح حال و نیازی که در شما وجود داره بیان اون کفی که مناسب های شما هست رو طراحی بکنن که این کفی ها به اصطلاح میگیم کفی CNC که دستگاه CNC تراش میده بر اساس اون دیتایی که گفتم سفارشی و شخصی سازی میشه و به دستگاه داده میشه و همچین فرمت ها و ظاهرهای معمولا داره، منتها حالا با ضخامت های مختلف، با دانسیته های مختلف، سختی و نرمی مختلف، لایه هایی که کار میشه و پدگذاری ها و نقاط برآمدگی و نقاط آفلود متفاوت.